فکرتون باشه. خیلی زحمت کشیدید. خب شما به عنوان نفر اول تیم ملی فوتبال ما، کسی که به هر حال ماها تلاش کرد، زحمت کشید و با بچه‌ها بود، از بازی راضی بودی؟ الان چه احساسی داری؟ آینده رو چطور می‌بینی برای تیم ملی فوتبال ما؟ خدمت شما کنم خب مسلما خوشحالم. بچه‌ها واقعا زحمت کشیدن و اون چیزی که در فکرمون بود در روز اول که وارد این مسابقات شدیم بهش رسیدیم. البته ممکنه بازی زیبا نباشه، معمولا فینال همینه، ولی تلاشی که بچه‌ها کردن واقعا حقشون بود که قهرمان بشن و من اینو تبریک میگم به همه ملت. خب من احساسم این بود که شما با بیرون آوردن موسوی و جایگزینی بازیکنان خط میانی مثل فکری قصد داشتید که نتیجه رو حفظ کنید. درست فهمیدم؟ بحثی درش نیست که ما در حال بازی رو برنده بودیم، 2 گل جلو بودیم، باید یه مقداری حفظ می‌کردیم با شرایطی که بچه‌ها داشتن. فشار بازی ها 8 بازی در 16 17 روز واقعا زیاده و این در حال